همین فیلم میگیره ما بخوریم فیلم میگیره. چرا براشون عجیبه؟ ما دیروز هم این کار کردیم. ماشین شمخون تیرامیسو تیرامیسو مال شما چه سفیده مال من نسکافه. نه بر من فقط سفیده، بر مریم هم مثل مال توه. یه قاشق بده بخوره. من قاشقمون دهن نزد. میخوام ببینم چه مزه. ای بیا از این برای اون راضی نیست. میگه اون راضی نیست. خاطر زیرش هم داره یه ذره اون میدادی میرسیدی بهش. بیا همین کندو الان شد. مشهد موجای آبی. کجا دیدی هی داری میخونی اینو؟ رادیو میگه اینقدر تو ماشین میشینم. خدا تو مگه ضبط نداری؟ بس نمیکنم میگه تو خراب کرد. کسی دیگه بشینه ضبط خود میگم یعنی بس شو بش. مریم بس شو. من یا رادیو ایران گوش میدم یا آوا یا ورزش. این سه تا رادیو. اون شیرین تره، این شیرینیش کمتره. این یکی تلخ اتفاق تلخ نیست؟ اینو یه نفر خیلی زیاده بخورم. چی؟ ماما تمام شد که نشون بده. اون ساندویچ خورد خاطر اون تو نگو، تو که از صبح تا حالا آباد کردیم شرکتو. من چیز نخورم یه لقمه خوردم فقط. بلا هر سری نگاه میکنیم نشه کم کم میخورم. مثلا الان یه لقمه میخورم 10 دقیقه دیگه یه لقمه دیگه میخورم. بعد فکر می‌کنم مدام دارم میخورم. میدونی؟ رو اعصابه واقعا قبول دارم. حالا یه کله نخوری و دوباره یه چیزی چه؟ من میخوام دوباره عمل کنم. چی رو؟ میمیری دیگه این سری. دیگه چیزی نداره. چیشو میخوای برم؟ کلا معده نداشته باشی. معده عضوه به نظر من ناکارآمده بده. فقط نکنده من نه یه خونش رو باشه در خونش. اوه جرأت داری حرف بزنه. شلوار شیش جیب. این کمتر از چاقو تو ماشینش. آره قمه. یهو اول فرست. تو من بچه نرست. میدونی که بگم؟ خدا لعنت نکنه. تو نعیم نظامی شاختره. تمام رکورد زدم. خب جایزه یه تیتاب. هر کی نخوره. بس یه سر از اون گوشش بردارم. زیاد بردا من نه، نمیتونم نه. همشو بخورم. همچه من زیر کردم. تا ته برو. نه خب تا ته باید بری که بسکویتشو برداری. شکوندمش. حرفم کاپ مزه کافی میده. شکوندمش. با همه چی دعوا داره. تو چرا اینقدر دعوایی؟ شکوندم. اون داره پلاستیکش چی میزنه محمد علی؟ اسپره برات کننده. از این اشرستی هست. من اصلا مشتم داشت کنه رو بنزیدش. داراییش همین یه ماشینه. بهش میره. با یه دونه بودیش. درسته. او بالا. من میگم یعنی درسته. چیز بدی نگفتم. نخوردی؟ درسته. میخوریم؟ نه اصلا من بیختی که نفسه میشه بخوری. من صفحه اینو بگی زیر کفت دارم. هی موجای آبی یاد آبی آشانی مشهد موجای آبی. دهنم باز کنم پشت بدم. چرا؟ چون حالا من خودم این کلمه رو گفتی.
الان بگو کلمه نبود که جمله بود. عبارت بود. شعر بود. جمله هم نیست. مشهد موجهای آبی هست. یا میتونی بگی موجهای آبی در مشهد هست، میشه یه جمله. اوه جمله کجاش قشنگه 198 تومن. اینا رو کارا رو بچه‌ها باید خب. می‌زنن دیگه. یک جمله تشکیل شده از یک فاعل و یک تازه کنکور داری نه؟ فعل. مشهد سنش بالاست. ساندویچ هم خوشمزه تر بود. نه سنش بالا بود. خیلی زیاد بود. نه ولی خیلی خوشمزه. من تو مال بگو. من بیشتر موند. خب من یه ذره ساندویچ هم یک عدد برنده هستم. میگم بیشتر مال من مونده. خب دیگه منظورت چیه؟ هدی یا کمتر از همه خوردم. خب میگم من چون ساندویچ والا انقدر فرو داده بودی که دیگه جا نمونده بود. یک اندازه خوردیم ها. نه روش مونده مال تو. من روش رو ندیدم. درست من بیشتر مونده. این ورش تا اینجاست. این یه قاشق هم برای فرن از زیر زدی تو. ببین اینجا رو نگاه خب کن. دیگه نه برش دیگه. گردون. ماما نگاه کن. بابا خب این ورش مونده همه. پایینش نگاه چقدره. اینجوری باشه کن. تا بالا زدی دیگه چه فرق میکنه. با برابرید دعوا نکن. خوب بود. آخه من یه بار اینو خورده بودم دقیقا. خب دیگه این ببر. تعمیشو نخورده بودی که. همین بود. نه تو سفید گرفته بودی. خدا من همین بود. همین بود نه. گفتم نه همین بود. خب بریم پاک کنیم دیگه. میخوای ویدیو رو قطع کن با دوستان خداحافظی کن. خدافظ. حتما خداحافظ. سابسکرایبش کن. زنگوله رو هم فشار. فعال کنید. برای دیگه؟ دوستاتون دیگه همین. شیر کنید. شیر کنید. کامنت سیو یادتون نره. هرچی بیشتر شیر کنید بیشتر فیلم میذاره. یه میبینید میره تو دهن آقای مهندس لحنی هم فیلم میذاره وسطتون. اصلا هیچ چیزی مش حمایت کنی. حمایت کنید ازش. قطع کن دیگه. چرا قطع نمی کنی دیگه؟ قطع عصبی شد. کن.